مدرسه چجوری میگذره؟ صبح قبل زنگ کارمل ماکیاتو میگیرم که حسابی انرژی بگیرم. بعدش میریم سراغ درس تخصصی با مدرسین کنکور که دیگه نیاز به کلاسای جداگونه نباشه. بچه‌ها زنگ تفریح میرن تو حیاط، ولی ما میریم تو اتاق مافیا بازی میکنیم. هر هفته هم که یه زنگ ثابت روانشناسی داریم. بعد از کلاس هم نوبت یوگاست. خب دیگه وقتشه برم پانسیون یکم درس بخونم. واسه امتحان فردام که آماده شدم، برم پایین، کلاس پیانوم داره شروع میشه. آخیش با اینکه ساعت 7 ولی همه کارامو کردم. حالا میتونم برم خونه استراحت کنم. بیایم ببینیم یه روز ما تو مدرسه چجوری میگذره. صبحا قبل رفتن به مدرسه به خاطر لباس پوشیدن و خواب موندن انقدر از مادرم کتک میخورم که انرژی بگیرم. بعدش پدرم با موتور 125 مدل 84ش منو میرسونه مدرسه. بعدش میرم تو کلاس و میبینم خانم معلم داره تلفنی با شوهرش صحبت میکنه و کلی پشت گوشی با هم دیگه میگن و میخندن. راستش اونجا خیلی ناراحت شدم و قلبم شکست، چون من و خانم معلم عاشق همدیگه بودیم و قرار بود با هم دیگه ازدواج کنیم، ولی من فکرشو نمیکردم که اون با شوهرش بهم خیانت کنه. بعدش زنگ تفریح خورده بود و همه بچه‌ها داشتن از بوفه مدرسه خوراکی میخریدن، ولی من و موسوی و طالبی چون پول نداشتیم مجبور بودیم از خوراکیایی که مادرمون تو کیفمون گذاشته بخوریم. من نون پنیر آورده بودم، طالبی هم نون و کوکو، موسوی هم نون خالی. اینجام طالبی و موسوی سر اینکه موسوی لقمه طالبی رو خورده بود دعوا افتاده بودن. بعدش طالبی داشت با اون قدش واسه موسوی گوزگوز میکرد، موسوی اینو گرفت رو دست چرخون زد بالا پایین این انبار کرد. بهش گفت زنگ آخر دم در وایسا موسی اگه من پاره نکرده من. اینجا من رفته بودم که انتقام طالبی رو از موسوی بگیرم و کلی موسوی رو کتک بزنم، ولی متاسفانه موسوی خیلی خیزور بود و بالا پایین منم زد انبار کرد. بعدش آبروم جلو بچه‌ها رفت خر موس و دیگه از این گیا نخوردم. اینجا موقع ظهر بود، بعد مدرسه اومدم خونه که ناهار بخورم کلی استراحت کنم، ولی به جای ناهار کلی از مادرم کتک خوردم، چون دبیر زنگ زده بود و به مادرم گفته بود که شریفی و موسوی داخل مدرسه دعوا افتادن. بعدش کتکامو خوردم و با خیال راحت کلی استراحت کردم.